الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سروران عزیز، برادران محترم و خواهران گرامی، بحث امروز در رابطه با مبحث و موضوع حج هست. با توجه به اینکه حجاج گرامی بیت الله از حج برگشته‌اند و قریب العهد هستند، دستور همین هست که در این موضوع لحظاتی در خدمت شما عزیزان باشم. حج یکی از شعائر الله است، از مواردی که نشانه قدرت و تبلور عظمت و بزرگی اسلام. در حقیقت حج کسب معرفت و شناخت هست. انسان وقتی به حج می رود چند مورد و چند محور مورد توجه قرار می گیرند و انسان را از این حالتی که داریم، از این وضعیتی که داریم که قبل از حج هست، به یه حالت و وضعیت و یک فضای دیگری میبرد. قبل از حج برای افرادی که هنوز به حج نرفته‌اند، تصور این که در حج چی می شود و چگونه حج انجام میگیره، این تصور هم بسیار سخته. اما وقتی انسان از اینجا حرکت می کند، من امروز می خواهم شما را در یک سفری ببرم، به یک سفری ببرم، از این وضعیت و حالتی که در اون وجود داریم بیرون کنم، به سفر معنوی حج برویم با هم دیگر. اولین چیزی که انجام میگیرد چند روز قبل از شروع سفر، انسان دلهره دارد، انسان فکرمند هست، به فکر میافتد آیا این سفر کی انجام میگیرد، لحظه شماری میکند، همش به فکر اینه، آمادگی میکند، احرام میخرد، وسایل حج رو میخره، فکر و ذکرش داره از دنیا جدا میشه، از اینجا جدا میشه، از دلبستگی هایی که در این دنیا داره جدا میشه. و وقتی که احرام میبندد، احرام بست، یه حالت معنوی خاصی بهش دست میده. احرام در حقیقت یعنی دور کردن تمام مظاهر این دنیا، مظاهر ظاهری دنیا. احرام در حقیقت دور کردن آنچه که برای انسان یک تمایز، یک فخر، یک افتخار هست. شکل ظاهری انسان تغییر پیدا می کند. اولین قدم همینه که شکل ظاهری انسان تغییر پیدا میکنه. این لباس فاخری که پوشیدیم، این
عبا و قبایی که پوشیدیم این را باید دور بگذاریم، یه لباس ساده‌ای بپوشیم. بعضی از دوستان لباس ساده‌ای که برای کفن استفاده می شود میخرند و میپوشند. بعضی لباس یه حوله‌ای میخرد، حوله‌ای میپوشد، بعضی لنگی میپوشد، ولی هرچه هست ساده و بی آلایش و بی هیچ گونه تجملاتی است. وقتی حرکت به سوی مکه مکرمه، معمولا چون حجاج ما مدینه بعد هستند، به سوی مکه مکرمه حرکت می شود، سرها پایین می آید، قلبها به تپش می آید، می تپد که الان چی می شود؟ آیا به هواپیما سوار می شوم؟ آیا مشکل و مانعی به وجود نمی آید؟ همش دعا، همش تضرع، همش التجا، همش التماس. خدایا آسان بگردون که سوار هواپیما بشوم، خدایا آسان بگردون که حرکت بکنم، خدایا به سلامتی من را برسون. وقتی انسان از اینجا حرکت می کند، هواپیما وقتی از اینجا حرکت می کند، قلب به پرواز می آید، انسان به پرواز در می آید به سوی مشعر الحرام، به سوی کعبه، به سوی مسجد الحرام، به سوی منا، به سوی عرفات، به سوی جاهایی که باید حضور پیدا بکند. اونهایی که قبلا رفتند در مقابل چشمان اونها تصویر گذشته می آید، اونهایی که نرفتند به فکر هستند که چگونه اونجا حاضر بشوند. هواپیما در مکه مکرمه می نشیند، ببخشید در جده می نشیند، سوار اتوبوسه، هنوز به اتوبوس نرفته، هی لحظه شماری می کند که هرچه زودتر برود به اتوبوس برسد. به اتوبوس سوار می شود، شروع می شود لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیه شروع می شود، لبیک، حاضرم پروردگارا. اعلام حضور می کند انسان هایی که بسیار بزرگ، بسیار با عظمت، بسیار جایگاه ویژه‌ای دارند و انسان هایی که هیچ جایگاهی ندارند، همهشون در یک ردیف قرار می گیرند. چه پادشاه هست، چه فقیره، چه مستمنده، چه داراست، چه ناداره، چه سرداره، چه عالمه، چه غیر عالمه، همه و همه لبیک لبیک اللهم لبیک را زمزمه می کنند. می روند به سوی مکه مکرمه، به هتل می رسند. هتل رسید، همه مشتاقند، همه هیجان دارند، سعی می کنند هر چه زودتر از هتل فرار بکنند. الان شروع می شود، الان مسئله رنگ دیگری پیدا می کند، موضوع رنگ دیگری پیدا می کند. همه حیرانند، همه سرگردانند، همه متعجبند چگونه ما اونجا به کعبه بیت الله نگاه بکنیم، چگونه حاضر بشویم در مسجد الحرام. درود ختم بفرمایید. همه شیفته هستند، بی صبرانه منتظرند، بسیاری وسایل خودشون رو میگذارند، وسایل خودشون را گذاشتند، بی هیچ هماهنگی به سوی کعبه بیت الله فرار میکنند. گروه گروه حجاج فرار میکنند، میدوند، بعضی ها با اتوبوس میروند، بعضی ها شیدا و شیفته پیاده میروند تا حاضر بشوند به اون جایی که میگویند هر کسی برای اولین بار چشمش به کعبه بیفتد، هر دعایی دارد دعا بکند دعا قبول میشود. بسا انسان هایی هستند که وقتی اونجا حاضر میشوند، از هر دربی که وارد میشوند میخواهند دعا بکنند، دست و پای خودشون رو گم میکنند. چرا؟ چون در مقابل کعبه، در مقابل عظمت کعبه، در مقابل عظمت الله سبحانه و تعالی قرار میگیرند. دست و پا گم می شود، دعا فراموش می شود، نمیداند چی بخواهد، چی بگوید، چه دعایی بکند. بسیاری حیران وایستادند، دستها را بلند می کنند، اشکها سرازیره، نمیتونن دعا بکنند، دعا فراموش می شود. فقط تنها کلمه ای که به زبان می آورند لفظ جلاله الله است. فقط الله بیاد می آید، همه غیر الله فراموش می شود.
بسیاری ساعتها وایستادن، نمیدونن چه بگند، سرها پایین هست، بعضی از چشمها به کعبه دوخته شده، میخکوب شدن، هیچ جای دیگری را غیر از کعبه نمیبینند. بعد از لحظاتی، بعد از ساعاتی از این حالت بیرون می آیند، از این حالت سرگردانی بیرون می آیند، حرکت می کنند به طرف مطاف. در دریای خروشان انسانهای موحد، در دریای خروشان انسانهای عاشق خود را به موج دریا می سپارند. بسم الله الله اکبر گویان خود را به این موج میسپارند، نمیدانند که به کدام سو میروند. یه وقتی سفت میبینند، نگاه میکنند، در بین زنها قرار گرفتند، یه وقتی نگاه میکنند در بین مردان قرار گرفتند، یه وقتی اشک ریزان، عرق ریزان نگاه میکنند در یه گوشه‌ای پرت شدند، یه وقتی میبینند در مقابل حجر اسود قرار گرفتند، یه وقتی میبینند در مقابل مقام ابراهیم قرار گرفتند، یه وقتی میبینند به سجده افتادند و دعا میکنند، از خود بی خود میشوند. مواجهه با کعبه مشرفه، سبحان الله. بسیاری انسانها را میدیدیم، عزیزانی تعریف میکردند که وقتی ما کعبه بیت الله را دیدیم نزدیک بود سکته بکنیم، قلب از سینه بیرون بیاید، تپش قلب بالا می رود، صدای قلب رو میشنویم، در محضر الله سبحانه و تعالی قرار گرفته ایم. همه انسان ها، همه یک رنگ، همه یک لباس، همه با رنگ های مختلف، با لباس متحد و یک لباس در گرد خانه کعبه به عنوان برای معرفت و شناخت، برای این که بدانند که اینجا هیچ کسی نیست، هیچ قدرتی نیست، جایگاه هیچ قدرتی نیست، اینجا نه پادشاهی است، نه سرداری است، نه عالمی است، نه هیچ کسی اینجا برای خودش هیچ نوع جایگاهی قائل نیست. اینجا همان گونه که در روز قیامت ان الملک لله، ملک و پادشاهی مال خداست، اینجا هم ملک و پادشاهی مال الله سبحانه و تعالی است. به طواف برمیخیزد، بسا با زبان حال میگویند به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند که برون در چه کردی که درون خانه آیی، فریاد میزنند پروردگارا برون در هیچی نکردیم، از اونجا عملی نداریم، اومده ایم که از اینجا توشه راهی جمع بکنیم. به طواف میخیزند، به رمل میخیزند، به استبابر میخیزند، خود آنگونه که خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند آنگونه در میآورند و آنگونه به طواف کعبه برمیخیزند و میروند. با زبان بی زبانی گویا این را ندا میدهند که کریما ببخشای بر حال ما که هستم اسیر کمند هوا، نداریم و غیر از تو فریاد و رس، توی عاصیان را خطا بخش و بس. اینجا درگه کریمه، درگه پروردگار هست، درگه ذاتی است که بخشنده هست، درگه پروردگاری است که همه معبود میدانند او را، درگه پروردگاری است که همه اومدن اونجا سجده بکنن، اونجا طواف بکنن، اونجا از گذشته خودشان توبه بکنن، اونجا از گذشته خودشان اظهار پشیمانی، اظهار ندامت بکنن و برای آینده خودشون زندگی بسازن، یه زندگی ایدئالی، زندگی مطابق با سنت رسول خدا، مطابق با دستور رسول الله تبارک و تعالی بسازن. بسیاری از حجاج مشتاق اینند که حجر اسود را بوسه بدهند، بسیار تلاش میکنند، بسیار زحمت میکشند تا خودشون را به حجر اسود برسونند. بسیاری از حجاج تلاششون این هست که در مقام ابراهیم 2 رکعت نماز بخونند. چقدر سختی ها را تحمل میکنند، چقدر مشکلات را تحمل میکنند. امسال سال بسیار گرمی بود، هنگام ظهر بسیاری از حجاج را میدیدیم
واقعا جا دارد که برای این جوانان خودمون دعای خیر بکنیم، برای حجاج خودمون دعای خیر بکنیم. ما ناتوانان بودیم ولی اونها را میدیدیم که چگونه عبادت میکنن، چگونه اونها طواف میکنن. بسیاری از شیرزنانی که شاید در این مجلس ما هم حضور دارند لحظاتی را ضایع نمی کردند. مادری را بیاد دارم فرزندانش همراهش بودند، 2 فرزندش همراهش بود. این مادر عمل جراحی عمل قلب باز کرده بود. اینجا ما اگر کسی عمل قلب باز بکنه از جایش تکون نمیخوره که اذیت میشه، ولی این مادر چه کار میکرد؟ همراه فرزندانش بعد از نماز عشا وقتی به هتل می اومد استراحت میکرد، فرزندان که به خواب میرفتن این مادر یواشکی بیرون میرفت، خودش را به حرم میرسون، طواف میکرد. مسابقه ای بین جوانان بود برای عبادت، برای طواف، برای حضور در مسجد الحرام. جوانی اومد یه روز به من گفت مولوی من 36 ساعته هیچی نخوردم، 36 ساعت فقط از آب مبارک و آب زلال زمزم استفاده کردم، هیچ گونه احساس ضعف نمی کنم، هیچ گونه احساس گرسنگی نمی کنم. 36 ساعت در مسجد الحرام داره عبادت میکنه. این نشانه چی هست؟ شیدایی و شیفتگی هست. این نشانه اینه که این انسان در قلبش محبت خدا و پیغمبر و عظمت کعبه داخل شده است. در گرمای 40 درجه 50 درجه سر ظهر این جوانان طواف میکردن. وقتی بیرون می اومدن یه موردی اومد وقتی یک کلاهی سرش بود، کلاهش را اینجوری میفشرد، آب ازش اینجوری میریخت، آب میچکید. این نشانه چی بود؟ نشانه محبت و حب الله سبحانه و تعالی بود. سعی بین صفا و مروه. سبحان الله. بعد از اینکه طواف تمام می شود اولین حضور در مسجد الحرام هست، در حالت احرام هستیم، باید برویم سعی بین صفا و مروه بکنیم. جایی که حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها بین کوه صفا و مروه اونجا سعی کردند و رفتند و اومدند. اینجا انسان میدونه، خدایا فکر میکنه این هاجر کی بود، ابراهیم کی بود، اسماعیل کی بود که امروز همه چه پیغمبر چه صحابه چه ولی چه هر کسی هست باید اینجا سعی بکند، این مسیر را باید بپیماید. اینها کی بودن؟ چه داشتن که خدایا امروز باید همه امت رسول الله این عمل را انجام بدهد، بین میلین اخضرین باید بدود، باید اینجا سعی بکند، باید برود از اینجا تا اونجا و از اونجا تا اینجا بیاید. این همه اخلاص حضرت هاجر، اخلاص حضرت اسماعیل، اخلاص حضرت ابراهیم علیه السلام را میرساند. بعد از سعی بین صفا و مروه برمیگردد حاجی به آب زمزم. اینجا میخواهد تشنگیش را، تشنگی معنویش را با سعی بین صفا و مروه، با طواف، با دعا، با عبادت گذرونده. الان مجدد خداوند تبارک و تعالی می آورد تشنگی ظاهریش هم را با آب زمزم رفع می کند. بعد از اینکه مناسک شروع می شوند، از این حالت دوباره خداوند تبارک تعالی قبل از اینکه مناسک اصلی شروع بشوند حاجی از احرام بیرون می آید، مجددا به همون شکل قبلی خودش برمیگردد، لباس می پوشد. یه تغییر حالتی به وجود اومد. اول اون حالت، مجدد حالت دوم. الان در این لحظه شماری می کند که کی مناسک شروع می شود، کی مجدد بیاید. بسیاری از حجاج گرامی خودشون رو به مسجد تنعیم می رسوندن، به مسجد حضرت سیده عایشه رضی الله تعالی عنها، از اونجا احرام می بستند. عجیب بود، صحنه های عجیبی می دیدیم. بعضی ها مسابقه داشتن بین خودشون، بعضی ها از همدیگر می پوشیدن.
گاهی از مواقع وقتی می اومدن در خدمتشون بودیم با همدیگر از همدیگر می پرسیدن امروز چند طواف انجام داده اید؟ به اصطلاح بلوچی ما شما گواهش نکو. نمی گفتن که خدای نکرده از اون یکی کم نیاورند، کمتر طواف نکنند. یکی می گفت من 10 تا طواف کردم، اون یکی دیگر پوزخند میزنه که هیچی نکردی. اون یکی دیگر افسوس میخورد که شما 10 طواف کردید، من هیچی، من 5 طواف انجام دادم. یه جوانی یه روزی گفت من امروز 21 طواف انجام دادم. اینقدر شیفته و شیدا بودند، اینقدر خودگذشتگی داشتند در اون گرما، در اون حالت خاص. انسان اگر بخواهد عبادت بکند، واقعا عبادت. یه جوانی میگفت مولوی من گفتم چرا ظهر میروی؟ بذار یک کمی سرتر بشود. گفت نه خیر، سر ظهر خیلی به آدم میچسبه. بعضی ها میدیدیم کلاهی سرشون هست، بعضی ها لنگ و کلاهی سرشون هست، بعضی ها هیچی نداشتن، آفتاب مستقیم به سرشون میخورد، عرق از سر و گردنشون میری، ولی لبیک گویان، الله اکبر گویان حول کعبه میچرخیدن. مناسک شروع می شود، مجددا احرام می بندند، حرکت هست، به سوی منا حرکت می شود. همه استرس دارن، همه منتظرن که حرکت شروع می شود. به منا که می رسن، سبحان الله، همه امت، همه اونهایی که بعضی آمار می دهند 3 میلیون خورده جمعیت اونجا جمع می شود. همه یک رنگ، انسان‌های مختلف، از رنگ‌های مختلف، از کشورهای مختلف، از جاهای مختلف، با موقعیت‌های مختلف اجتماعی، همه اونجا حاضر هستند. لباس‌ها بیرون، مجددا شکل اول به وجود می آید. امت رسول الله صلی الله علیه وسلم همه جمع هستند، همه زاری، التجا، تضرع، دعا، گریه. بعضی اوقات می دیدیم بعضی ها یه گوشه رفتن در تنهایی خودشون، بین خودشون و بین الله دارن راز و نیاز میکنن. گاهی از مواقع ناخواسته میدیدیم فریادی از سر انسان بلند میشود، از یه انسان ناگهان فریادی بلند میشود. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ورد زبان همه مسلمانان هست، همه مؤمنان هست. همه اونجا اعلام حضور میکنند، همه اونجا اعلام به شهادت میدهند به یگانگی پروردگار عالم. همه اونجا اعلام میکنند که ملک و پادشاهی از آن الله سبحانه و تعالی. امروز هیچ پادشاهی اینجا وجود ندارد، هیچ کسی از کسی دیگر بالاتر نیست، همه برابر هستیم. فقط و فقط الله تبارک و تعالی پروردگار یگانه است. اعلام به توحید و یگانگی الله سبحانه و تعالی می شود. اینجا منتظر هستند که عرفات شروع می شود. روز عرفه هست. عرفه از شناخت، به معنی شناخت هست، کسب معرفت و شناخت هست. اینجا باید خود را بشناسیم. منی که در جایی بودم، چه موقعیتی داشتم، ولی امروز هیچ موقعیتی اینجا ندارم. همه با هم برابر به اندازه 1 متر در نیم متر جا برای هر انسان تعیین هست. هر کسی هر جا جای گرفت جا مال همو هست. اجبارش نمی کنند که از اینجا بلند شو. نمی گویند فلان شخصیت اومده شما بلند شو که فلان شخصیت بنشیند. نه، همه اونجا برابر. اینجاست که انسان به معرفت میرسد، خودش را میشناسد که من هیچی نیستم، من آنچه که تصور کردم نیستم، بلکه من یک انسان عادی مانند این انسانهای دیگر هستم. من یه فردی از افراد امت رسول خدا صلی الله علیه و سلمم. هیچ برتری ندارم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در نزد خدا فقط آنچه که ملاک برتری هست، ملاک
بزرگی هست. ملاک این هست که از دیگران ما بزرگتر و بالاتر و برتر باشیم تقواست. شکل ظاهری هیچی نیست. اینجاست که انسان به فکر رهایی از تعلقات می افتد. وقتی احرام می بندد اونجا حاضر می شود از همه دنیا، از همه آنچه که به ما تعلق داره، ما به او تعلق داریم، زن، فرزند، دنیا، مال، ثروت، موقعیت های اجتماعی، همه و همه رو باید رها بکنیم. اونجا دیگر این تعلقات باقی نمیمونه. اونجا تنها و تنها انسان میمونه با شخصیت خودش. 3 درس در حج وجود داره. درس اول این هست که باید کسب معرفت و شناخت بکنیم، خدا را بشناسیم، خود را هم بشناسیم. وقتی خود را شناختیم خدای خودمون را شناختیم. وقتی خود را دانستیم که هستیم خدای خود را میدانیم که هست. دوم رهایی از تعلقات و ارتباطاتی که داریم. و سوم که خیلی مهم هست اون کبر زدایی هست، تکبر و خود بزرگ بینی هست که اینجا ما برای خودمون یه شخصیتی قائل بودیم، یه جایگاهی قائل بودیم، ولی اونجا این جایگاه از بین می رود. عرفات هست، محل شناخته، خود را باید بشناسیم. از اونجا با همون وضع حرکت میکنیم میایم به مزدلفه. مزدلفه یه سرزمین هیچ امکاناتی نداره. شب را باید بر سنگریزه ها بخوابیم، شب را باید بر خاک بخوابیم، خیلی هنر بکنیم، یه لنگی همراه ما لنگی بیندازیم، دیگر هیچی نیست که اونجا تشکی باشد، اونجا زیر سر چیزی بگذاریم، اونجا اکرام بشیم. نه خیر، همه برابر هستند. از مزدلفه حرکت میایم به طرف مجددا منا و میرویم برای رمی جمرات. رمی جمرات در حقیقت رمی کبر و تکبر هست. میخواهیم شیطان درون را از خود دور بکنیم. مجبوریم آنچه را که پیغمبر علیه السلام گفته آن را انجام بدهیم. هیچ سرپیچی امکان پذیر نیست. اگر کسی بگوید من رمی جمرات نمی کنم، من به عرفه حاضر نمی شوم پول می دهم، من به فلان مشعر حاضر نمی شوم پول می دهم، هیچ پولی قبول نمی شود، هیچ سفارشی قبول نمی شود. انسان باید خودش حضور پیدا بکند. اون تکبر درونی، اون بزرگبینی درونی، اون وضعیتی که قبلا داشتیم اینجا باید از بین برود. این را باید زیر پا بگذاریم. در جمع و خیل و در لشکر اسلام باید داخل بشویم، همراه مسلمانان باید پیاده برویم. اونجا دیگر نیست که این کدوم شخصیت باید سوار ماشین بشه، سوار وسیله بشه. نه، هر کسی هست باید پیاده برود برای رمی جمرات. من خلاصه میکنم چون وقت کم هست، وقت تمام شد. یه بعد دیگر سفر مونده، هنوز ادامه دارد عزیزان محترم. اینجا بالاخره میاییم و رمی جمرات انجام میگیریم، میاییم برای طواف، میاییم مجددا طواف زیارت، میاییم مجدد طواف زیارت. طواف وداع را اندکی میگویم و تمامش میکنم. وقت خداحافظی هست، باید از اینجا برویم به محضر سرکار و سردار دو عالم صلی الله علیه و سلم حاضر بشویم. مشتاقان حیرانند آیا از کعبه خداحافظی بکنند یا بروند به اون سو. بس آقا طواف زیارت، طواف وداع یعنی طواف خداحافظی. بسیاری 10 مرتبه، 10 مرتبه، 20 مرتبه خداحافظی میکنن، طواف وداع میکنن، باز هم بر میگردن. آخرین لحظات هم سعی میکنن که وداع بگویند. آخرین لحظات با چشمان گریان، چشمان اشکالود نگاهشان به کعبه بیت الله هست.
نمیتونن دل بکنند از کعبه که بروند. از اون طرف مشتاق دیدار روزه مبارک هستند. ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیها نبی المحترم. مشتاق دیدار روزه مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستند. از این طرف کعبه بیت الله هست. حیران هستند چه کار بکنن. بس اوقات بسیاری از وسیله نقلیه و اتوبوس هم عقب میافتند. هی تماس میگیرن که حرکت بکنید که اتوبوس داره میره. دل کندن خیلی سخت است. امیدوارم الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل و استقامت عنایت بفرماید. حضرت شیخ الاسلام حفظه الله تعالی فرمودند یکی حج کردن هست و بعد بازگشت و استقامت بر دستاوردی که از حج داریم. انشاءالله امیدوارم که الله تبارک تعالی به همه ما استقامت عنایت بفرماید. و آخر دعوانا الحمدلله.